صبح بخیر کدبانوان عزیز، با کانال کلچه خوش آمدید. این صبح طرز پختن کلچه شرمول در تفتون رو پیشنهاد میکنم. امیدوارم پسندتان میآید. در ویدیوهای بعدی مرحله به مرحله روش کار رو پورا نشان دادم. قبلا عرض سپاس برای دستگیری هایتان. تشکر زیاد که با من هستید. طرز تهیه خمیر. مواد لازم: یک کاسه شیر، یک پیمانه روغن، یک پیمانه آب، یک قاشق غذاخوری نمک، یک قاشق غذاخوری شکر، 20 گرم مایع خمیر. برای یک کاسه شیر 3.5 کاسه آرد میگیریم و حتما آرد رو با همون ظرفی که شیر رو چین کردیم با همون ظرف چین میکنیم و سراول روغن رو در روی حرارت میگذاریم تا خوب گرم شود و روغن گرم و داغ رو برای آرد میریزیم و آرد و روغن رو آماچ میکنیم. این رو به خاطر آن میکنیم که کلچه های ما هم خوشمزه و هم ریزانک شود. و اول 3 کاسه آرد رو میگیریم، نیم کاسه رو برتر اضافه میکنیم و اگر ضروریت باشد باز میتوانید آرد اضافه کنید. خوب خمیر آماده شده است. 1 ساعت گذشت. اکنون خمیر رو به زوالچه ها تقسیم میکنیم. اندازه زواله وابستگی به خواهش خودتون است. اگر خواهید کلچه کلانتر باشد زواله ها رو کلانتر گیرید. من به اندازه 1 مشتم گرفتم و بعدی اون زوالچه ها رو سیبک کردم میگذارم 10 دقیقه دم گیرد.